ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف. قسم 4، گفتاری 90. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره باختم. مؤلف. اگر خوش بگی در نتیجه غلبه حاجی مخدوم میرشب را از کار می گرفت هم عامه فایده نداشت، چون که بجای او یگان کسی از وی هم ظالمتر می آمد. زیرا عادت حکومت بخارا همین است که اگر ناراضگی مردم از حاکمی و عملدار بالا گیرد، او را از کار گرفتن بجای وی از وی بدترش را می گذارد، تا که مردمی ناراضی رحمت باد به کفن دزد اول گویند و از ترس آن که باز بدترش نآید دیگر از حاکمان و عملداران شکایت و ناراضگی نکنند. اگر فرض کنیم که حاجی مخدوم میرشب را می کشت هم باز فایده نداشت. گویان ملا امان سخن خود را دوام داد. چنانچه محمد شریف دیوان بیگی را که برای مصادره نمودن مال و ملکی کسی به خانه آن کس رفته بود، صاحب خانه به جای کلید صندوق تپانچه را از جیب برآورده از سری دل او زده جا به جا کشت. نتیجه چی شد؟ نتیجه همین شد که کشنده را دستگیر کرده از دو پای او با ارغمچین بسته یک نوگ ارغمچین را به دست سواری دادند که از تقیم خود گذرانده به قاش زین بست و به همین حال در کوچه های شهر در پیش نظر اهالی اسب دوانید. این حال نه تنها تا مردن آن کس بلکه تا پرچه پرچه از هم جدا شده در زیر پای و بری جامه های مردم پاش خوردن گوشت و پوست و استخوان های آن آدم دوام نمود. در همان وقت هم از بقیه گوشت و پوست و استخوان‌های آن کس دست نکشیدند، بلکه برآورده در یک کولی بیرون شهر پرتافتند که سگان خورده تمام کردند. آدمانی که این وحشانیت را دیدند دیگر جرأتشان نماند که با آن گرگان آدمخوار نگاه کنند و مصادره هم دوام کردن گرفت. ملا امان با تأثیر این حکایه‌ای که خود کرده بود فرصت اندوهگینانه سرخم کرده خاموش ماند و بعد از آن سر برداشته باز به گپ درآمد. مرا نبیره فیضی اولیا می گویند. این نسبت را به من برای آن دادند که من از دهه رازماز می باشم و فیضی اولیا هم از همان دهه بود. با وجود این که او دزد مشهور است، من از این نسبت عار نمی کنم، چون که او مقصد خوب داشت. اگر او در دنیا یگان کاری نمایانی می کرد که از وی به مردم فایده می رسید، من از این نسبت حتی فخر هم می کردم. اما افسوس که او کاری فایده‌ناکی کردن نتوانست. پولهای از انداز جمع شده امیر را دزدیده و خانه بایها را زده به فقیران تقسیم کرده دادن او کار نبود. با آن کار امیر نه تنها اندازهای دهقانان را سبک نکرد بلکه زیادتر کرد، تا که پولی به تاراج رفته را 10 چند کرده از دهقانان رویاند.
با آن کرداری او بایهای غارت دیده نه تنها از حناتی و سودخوری باز نایستادند، بلکه این کردارهای بدی خود را باز هم زیادتر رواج دادند تا که جای مالهای در پنهانی به دزدی رفته خود را با تاراج روی راست چند چند کرده پر کنند. فقیران باشند با آن 5 و 10 که فیضی اولیا از تقسیم مالهای دزدیده خود به آنها میداد از احتیاج نبرآمدند. نتیجه عملی آن کارهای فیضی اولیا همین شد که خود به دست جلادان افتاده از منار کلان بخارا پرتافته شد. ملا امان در آخری سخن خود گفت: بنابراین من به شکایت‌های خانگی که آن را ضعیف ناری گفتن مناسب تر است، به حرکت‌های به تنهایی، به قهرمانی‌های جداگانه مقابل می باشم. من می گویم که اگر ممکن باشد با خروج عموی این گرگان آدمخوار را توبه گرگی دادن لازم است. من باید اقرار کنم که معنی این سخنهای ملا امان را آن وقتها درست نمی فهمیدم و مقصد آن مرحوم را بعد از ریولوسیون اکتبر فهمیدم. این را هم فهمیدم که او به آینده خوب امیدواری قوی داشته است. اینچنین او برای نیست کردن گرگان آدمخوار حاکمان ظالم خروج عموی یعنی ریولوسیون را لازم می‌دانسته است. اما او در کدام شرایط با کیها و چگونه به وقوع آمدن و به وقوع آوردن آن خروج عموی را نمی‌دانسته است و دانستنش هم ممکن نبود. حتی او میپنداشته است که اگر چاپخانه و مطبوعات باشد و مردم به طرز عموی چیزهای نوشته احمد مخدوم و مانند آنها را خوانده چشمانشان گشاده شود، خروج عموی یعنی ریولوسیون کرده گرگان آدمخوار را توبه گرگانه دادنشان یعنی نیست کردنشان ممکن است. البته این خیال او خیال خام بود. من چنان که معنی سخنهای ملا امان را بعد از ریولوسیون اکتبر فهمیدم، خیال خام بودن این فکرهای او را هم بعد از ریولوسیون مذکور دانستم. جنگ ملایان با عرابکش. در بخارای امیری در سری مزار بهاوالدین نقشبند هر سال در ماه سور از 22 اپریل تا 22 می 4 هفته و هر هفته 1 شب و 2 روز سه شنبه و چهارشنبه برای مردان و 1 شب و 2 روز پنجشنبه و جمعه برای زنان سیر برپا می شد. این سیر را بنابر تشکیل یافتنش در وقت شکفتن گلی سرخ می نامیدند. و این سیر اهالی دیهات با سواری خود آیند هم اهالی شهر با سواری کرایه می رفتند. بنابراین در این موسم کیراکشی در بین شهر بخارا و مزار بهاوالدین رواج می گرفت. کیراکش های این راه 2 قسم بوده به خرکارها و عرابکش ها تقسیم می یافتند. خرکارها با سازش بین خودهاشان به 2 گروه جدا شده، گروهی در سری بازار مزار و گروهی دیگر در کیراکشخانه مزار نام دروازه شهر می ایستادند و هر گروه خرهای در اختیار خودشان بوده را خواه از آن خودشان باشد و خواه از آن گروهی دیگر به روندگان کرا کرده داده پولی کرا را پیشکی می گرفتند و گروهی دیگری که در طرف دیگر می ایستادند آن خرها را از روندگان قبول کرده گرفته به روندگان دیگر کرا کرده پس می گرداندند. در عرابه های کرایی روندنشین که کپناک بالا پوشیده بودند آنها را در بخارا قوقندی و در فرغانه و تاشکند سایبان عرابه می نامیدند. از روندگانی بیبار در مسافه های نزدیک از 10 تا 12 نفر جایگیر می شدند.
عرابه‌کشان این گونه عرابه‌ها در موسم سیری گلی سرخ با نرخ معین و قدر غنجایش عرابه‌هاشان و قوت اسب‌هاشان آدم گرفته عادتاً پیشتر از رسیدن به کراکشخانه در راه رفتن باز ایستاده پول کرایشان را از روندگان غنداشته می گرفتند تا که با رسیدن به منزل آخری بعضی روندگان از بسیاری آدمان در کراکشخانه فایده برده پول کرا را نداده از عرابه فرامده نروند. در روزهای سیر گلی سرخ در یک روز چهارشنبه 5 نفر ملا از ملاهای کلان نباشند هم از ملایان مشهور بخارا در بازگشت سیر از مزار بهاوالدین برآمده به کراکشخانه آنجا آمده اند و بی معین کردن نرخ کرا به عرابه‌ای که کپش نقشین و اسبش فربی با پوپک ها و شوشولک ها زینت داده شده بوده است برآمده در پیش جای نشستی عرابه نشستند. وقتی که عرابه‌کش پول کرا را معین کردن خواسته است آنها گفتند از دیگر روندگان چیزی که گیری ما هم برابری آنها می دهیم. نرخ جای پیش عرابه از پسش فرق می کند. شمایان باید 1.5 برابری کسانی که در پس عرابه می شینند حق دهیتان گفته است عرابه‌کش. ما هم از دیگر آدمان فرق داریم. ما را برابری دیگر روندگان ندانستند از عوامها فرق کناندن در کار است گفته است یکی از آن ملایان. میبینی که ما ملایان دعاگوی می باشیم. 5 وقت نماز را ترک نمی کنیم. در پس هر نماز در حق اهل مؤمن و مسلمان دعا می کنیم. و مزار حضرت بهاوالدین نقشبند هم ما مانند دیگران نه برای سیر و سیاحت بلکه به نیت زیارت آمده ایم. در این صورت اگر تو ما را برابری دیگران حساب کنی این کارت در حق ما حقارت می شود. عرابه‌کش چار و ناچار راضی شده است که با وجودی در پیش عرابه نشستنشان از آنها برابری روندگانی در پس عرابه نشیننده پول کرا گیرد و فرق نرخ جای پیش عرابه را نسبت به پسش به خاطر ملایشان به آنها بخشد. عرابه‌کش 5 نفر دیگر روندگان را به قراری هر کس 1 تنگه گرفته باز نگرانی روندگان دیگر بوده است که ملاها از وی طلب کردند که زودتر به راه درآید. اسب من زور و فربی هست گفته است عرابه‌کش. هر دفعه من 12 نفر می گرفتم. اگر این دفعه با 10 نفر روم غیر از آن چیزی که از وجه فرق عرابه به شمایان بخشیدم باز 2 تنگه دیگر ضرر می شود. برای 2 تنگه عذاب دادن ما را روا نبین گفته است یکی از ملایان. اگر باز 2 نفر گیری جای تنگ شده ما مجبور می شویم که 2 زانو نشینیم. در آن وقت تا به شهر رسیدن پاهای ما آزار یافته از کار می برایند. گپ به بالای 2 تنگه باشد اگر دعای ما را گیری خدا از خزانه غیبش 2 تنگه ات را 4 تنگه کرده می رساند. عرابه‌کش دیده است که با این تندی خلخورهای یک رهه بحث و جواب کردن نشستن بیفایده است. برای این سلمه های سقط را زودتر به منزل رسانده از دستشان رهایی یافتن ناچار به راه درآمده اسبش را چالاکانه رانده است. در حقیقت هم اسب عرابه‌کش فربی پرزور، چابک رفتار و پرغیرت بوده است که از همه اسبان، خران و عرابگان پیش گذشته چنگ و خاکی از پای روندگان خیزنده را به سوارگان خود نرسانده به جوگی خانه نام جای که نزدیک به شهر بخاراست رسیده است. عرابه‌کش در آنجا اسب خود را از رفتار باز داشته از عرابه سواران خود با عادتی مقرری پول کرا را طلب کرده است. آن 5 نفری که از آدمانی عادی بوده در پس عرابه نشسته بودند با اولین طلب عرابه‌کش
موافق سازشی در کراکشخانه کرده اشان هر کدامشان یک تنگگی برآورده به عرابکش دادند. اما ملایان با پچیری بسیار هر کدام از کیسه کرته اشان پولی سیاه برآورده یک تا شمرده 32 پولی یعنی نیم تنگگی در یک جا جمع کرده همگی 2.5 تنگه به عرابکش داده. عرابکش که برای گرفتن پولی کرا بر بالای زینی اسب یک رویه نشسته روی خود را به طرف ملایان گردانده بوده است، پر از پولی سیاه بودن 2 چنگال ملایی در پیش نشسته را دیده تاقیه خود را دراز کرده به وی انداخته دادن پول را پرسیده است. ملا پول را به تاقیه انداخته داده است. عرابکش گرفته پول را کم تخمین کرده پرسیده است: این چند پول است تقصیرم؟ 160 پولی سیاه است. به 2.5 تنگه نقره سره ضرب بخارای شریف برابر می آید. ملا جواب داده است. این پولی کرای چند کس؟ عرابکش باز پرسیده است. برای 5 کس. مگر از روی قبل و قرارمان پولی کرای 5 کس 5 تنگه نمی شود؟ القول بالعمل لا یعتبر گفتند در کتاب ها، گفته است ملا. من این گپتان را نفهمیدم تقصیر. تاجیکی کرده گویید چی؟ عرابکش گفته است. یعنی مثلا که قولی بی عمل، یعنی مثلا که گفتاری بی کردار اعتبار ندارد گفتند در کتاب. ملا گفته خود را شرح داده است. من از این گپ ها هیچ چیز نمی فهمم. من در پیش شمایان درس نخوانده ایستادم که از کتاب گپ زنیتان. زودتر پولی کرا را پر دهیتان که وقت رفت. بیهوده مرا از بیچارگیم از کراکشیم نمانانیتان. تقصیرها همش همین، گفته است ملای دیگر. کم باشد، کمی ما را به جای پر بین. ما در حقی تو و در حق زن و فرزندانت دعا می کنیم. برای زن و فرزندان من از دعا پیشتر نان در کار است. وقت را نگذرانده حق مرا دهیتان. ای چی گفته ایستاده است این چپن؟ مگر به دعا شکاکی می کند این خدا بی خبر؟ گفته است یک ملای دیگر به همراهان خود و به عرابکش نگاه کرده سخنی خود را دوام داده است. گیری هم همین، نگیری هم همین. ما پولی دیگری به تو میدادگی نداریم. خوب، نگیرم نمیگیرم، گفته است عرابکش. پول را با تاقیه خود به طرف ملایان دراز کرده ایستاده. اگر من به پول و یا به دعای شماها بر این ذات شریف ها نگاه کرده می ایستادم، کیها از گشنگی می مردم. خدمتی تا به همین جا به شمایان کرده ام را به ارواح پدر و مادرم بخشیدم. این پول هاتان را گرفته برده حلوا پیچک خریده خوریتان. زود عرابه را خالی کنیتان که من به کاری بیچارگیم روم. چه ها می گوید این خدا ناشناس؟ گفته است یک ملا به همراهانش و به عرابکش نگاه کرده. تو دوباره به دعا و به خدا شکاکی کردی. ما را هم حقارت کرده ایستاده ای. ما از عرابه نمی فراییم و تو را با عرابه خودت به پیش جناب شریعت پناهی قاضی کلان برده دعوای حقارت می کنیم. زودتر عرابه‌ات را حی کن. عرابکش که تا حال خودداری کرده ایستاده بوده است این تهمت و بی‌حیایی ملایان را دیده یک بار شوریده پولی سیاهی در تاقیه اش بوده را براه به بالای ریگ جوگی خانه پاش داده فرستاده به ملایان: حاضر از عرابه‌ام فرایتان، نباشد خودم شمایان را مانندی انا همان پول هاتان برا خوا می دهم، گفته است. در کافر بودن این عرابکش هیچ شک و شبهه نماند، گفته است یکی از ملایان به همراهان خود. در همین جا دست و پای او را بسته زده کشاله کرده
به قاضیخانه بردن در کار است. گویان به طرفی آن 5 نفر عرابه سواری دیگر نگاه کرده: بچه ها، شمایان در این کار به ما یاری دهیتان و به قاضیخانه همراه ما رفته گواه شده چیها گفتنی این کافر را به شریعت پناهی گویتان تا که شمایان هم به ثواب داخل شویتان گفته است. اما آن روندگان به این جنجال خوفناک همراه و گواه شدن را نخواسته از پسی عرابه فرآمده به پسکوچه جوگی خانه در آمده غایب شده رفتند. عرابه کش باشد قمچینش را به میانش خلانده، پایش را به عریش شاتو گذاشته راست خیسته: کسی را که دست و پای مرا بنده، مادرش هنوز نزاییده است. گویان از بالای عریش به درونی عرابه رفته ملایان را یگان یگان برداشته براه هوا داده است و اسب خود را با عرابه خاری شده رانده راست به طرفی کراکشخانه رفته است. حاجی مخدوم که هر گونه خبرهای عجیب و غریب را به ما می رساند، این واقعه را هم در همان روزی واقع شدنش به ما آمده گفت. او اول این خبر را تصادفاً از یکی آن 5 نفر روندگان که شاهد شدن را نخواسته از عرابه فرآمده بودند شنیده است. چون آن کس از عرابه‌کش خانه فیض‌آباد بودنی آن عرابه‌کش را خبر داده است، حاجی مخدوم که هنگام طلب و کنجکاو بود به آنجا رفته همان عرابه‌کش را یافته شخصاً از خود او پرسیده گرفته است. از بس که عرابه‌کش جنبول مخدوم بودنی یکی از آن ملاها را گفته است، حاجی مخدوم به مدرسه دیوان بیگی به حجره جنبول رفته از او هم این خبر را شنیده است که هر 3 نقل برابر برآمده براستی این دیگر هیچ شبهه نمانده است. حاجی مخدوم از جنبول کیها بودنی آن 4 نفر ملای دیگر را هم فهمیده گرفته است که ما در اینجا آنها را یگان یگان نامبر می کنیم. پیش از بیان کردن شخصیت آن ملاها در اینجا قید کردن در کار است که هر کدام آنها را خوانندگان یادداشت‌های ما از این پیش در قسم 3 دیدند. 3 نفری آنها جنبول مخدوم، عبدالرحمن رفتار و قیام مخدوم بودند که ذکری آنها در قسم مذکور یادداشت‌ها در باب میکروب‌های آدم شکل نشر تاجیکی سال 1950 گذشته است. 4م اینها قاری سمی بوده است که ذکری وی در ضمن ذکری یحیی خواجه در کتابی مذکور در صحیفه های 10-11 قید یافته است. 5م مختار خواجه بوده است. وی هم در کتابی مذکور در باب نجیب بود طرفین بیان یافته است. چون در واقعه عرابه‌کش کار اینها با وحشانیتی چشم ندیده و فاجعه گوش ناشنیده انجام یافت، لازم است که ما خوانندگان عزیز خود را با اینها درست‌تر شناسا کنیم. جنبول مخدوم یک آدمی تخمیناً 35 ساله بوده، قامتی بلند و بدنی باریک لاغر داشت که به پایه جواری سفید سخت مانند بود. او با روی باریک درازرویه ملتابش به شغال ماننده قوی داشت. ابروی بیموی و چشم تنگی بیمیشگانش نیز از قیافه شغالی خبر میداد. چیزی که بشره او را از شغال فرق می کنند همین بود که رویش با پیشانه و بینیش پر از داغ نغزک بوده و بیننده یک حسی نفرت بیدار می کرد. ریشی تنوکی که از منه باریکش برآمده بود پشم گربه مله خود مرده را به یاد کس می آورد. کسب اساسی جنبول سودخوری بوده، پولهای خود را به علافان بازار آرد و به حجرداران مدرسه دیوان بیگی که خود نیز یکی از حجرداران آنجا بود با فایده به قرض می داد. جنبول هرچند از جمله ختم درس کردگان مدرسه های بخارا باشد هم سوادی درست نداشت.
با وجودی مسئله های دینی را درست ندانستن، دیندار تراشی سخت بوده خود را همین طرز نشان میداد که اگر وی نباشد دین اسلام ویران شده می رود. عبدالرحمن رفتار یک آدم قامت پستی فربیه بوده و خوری اهالی بخارا غولدینگ نامیدن ممکن بود. اما او در راه رفتن هر کدام اعضای بدنش را جداگانه جنبانده قدم می پرتافت که در وقتی رفتارش او را مست گمان کردن ممکن بود. اهالی بخارا در راه رفتن جلوگرانه قدم پرتافتن او را به نظر گرفته به نام او کلمه رفتار را همراه کرده بودند. عبدالرحمن رفتار یکی از ملایان دینداری ثروتمند بوده. از مدرسه کوکلتاش چند در حجره و از رسته ها چند در دکان داشت که از وقفهای حجره هایش و از اجاره های دکان هایش درآمدی کلان را صاحب بود. با همه این از سودخوری و حجره جلابی هم ثروت بر بالای ثروت زم می کرد. او در همان وقتها تخمیناً 40 ساله بوده. در مدرسه مدرس بود، لیکن بجای به آن مدرسه رفته درس گفتن در مدرسه کوکلتاش در میان سرای نشسته گپ فروشی می کرد. سخنان او بیشتر به دعوای دینداری و اظهار تعصب دینی آید بود. قیام مخدوم از شریک درسان عبدالرحمن رفتار بوده، از او قامت بلندتر و در دعوای دینداری و اظهار تعصب دینی از او ماندنی نداشت. در مناظره های مضحک مانند ملایان او هم مانند عبدالرحمن رفتار اشتراک کرده نافهمیده فریاد می کشید. قیام مخدوم هم مانند عبدالرحمن رفتار از مدرسه کوکلتاش چند در حجره را به دست در آورده گرفته بود که خرید و فروش حجره های این مدرسه، اجاره وقف هایش و تقسیم پولی وقف بی ثواب دیدی این دو شریکی به هم نزدیک انجام نمی یافت. ما در اینجا در توصیف قاری سمع نمی ایستیم، چون که کردار، رفتار و قیافه این آدم دین فروش در ضمن ذکر یحیی خواجه در قسم 3 یادداشت‌ها گذشته است. ما باید در اینجا در خصوص مختار خواجه چند کلمه گفته گذاریم. این آدم چنان که در قسم 3 در باب نجیب الطرفین قید یافت، کهنسال و از کهنه مدرسان بخارا بوده، در مدرسه کوکلتاش چند در حجره داشت. این آدم میان قد، میان گوشت، ریش کلان، سبزینه چهره بوده، مانند عربها چشمان کلان سیاه داشت. ریشش کلان بوده، با وجودی سینش بالاتر از 60 بودن در ریشش تارهای سفید کم می نمود و به همین مناسبت او را مردم سیاه پیر می گفتند. او در ظاهر آدمی بیچاره می نمود. آنقدر دعوای دینداری و اظهار تعصب دینی هم نمی کرد. خاکساریش به درجه بود که نسبت به خودش که پدر است خود را اصیل‌زاده تر، دانشمندتر و به حرمت سزاوارتر شمردنی پسرش را هم با تبسمی شنیده چیزی نمی گفت و همه حیران بودند که این آدمی نرم معامله چرا با عرابکش اینقدر مناقشه کرده است. از روی خبری که حاجی مخدوم از جنبول مخدوم آورد، ملایانی که با عرابکش جنگیدند قرار دادند که او را به قاضی خانه کشیده کافر شدنی او را اثبات کرده به قتل او حکم برآورند. شما گفتاری 90 را از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی.